یعنی تا تو فکر کرده بودی گذشته تقدیر و سرنوشت ما رو میکشونه به دیوونه خونه؟ نه والا ما اینا رو تو فیلم ها دیدیم، نمیدونم من پاد روانی و موانی. هر کسی انگیزه‌ای برای زندگی داره. من دیگه انگیزه زندگی ندارم بابا جون. ما تا آخر عمر 30 سال عمرم تو این بیمارستان بودم، جوونی با اینجا بودم. من کسی رو جون ندارم، خیلی سوزی ندارم. کیا بیا ملاقاتی ما؟ من تو ملاقاتی بیا بیرون میری میگی من جانبازم تو صف نمیتونم واسم، حالا بد میشه. جانبازو که باش خواستی نری بگه ما گفتیم جانبازو که باش خواستی نری بگه ما گفتیم بری. خب اگه ما حالا میرفتیم میومدن اینجا به صغیر و کبیر رحم نمیکرد. چقدر حالی حس بی‌پناهی، زمین افتادن از بی‌تر